درباره که بعد از نماز قرائت کنی و به گذشتگان بخشی. درباره همین روشنی میانداخته دامدام. در این باره اختلاف است. طایفه از علما میگن که ممکن نیست قرآن خوانده به گذشتگان بخشیدن. طایفه از علما ممکن است میگن. اونایی که ممکن است میگن تکیه میکنن به اون حدیثایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعضی صحابه ها رو امر کردن که از نام گذشتگانشون بعضی عبادت ها رو اجرا کنن، مانند روزه. یعنی زنی آمد گفت که یا رسول الله مادرم قرض روزه داشت، روزه ها رو نداشته وفات کرد. گفتن که اگر مادرت قرضدار میشد قرض مادرت رو ادا میکردی؟ گفت آره. گفتن که قرض الله تعالی سزاوار است که صاف کنی، یعنی از نام مادرت روزه دار. خب مادامی که از نام مادر روزه داشته شود، از نام مادر قرآن هم خوانده بخشیده میشد. گفتن قیاس کردن. یا مثلا از نام پدر یا مادر قربانی کرده میشه. یک گوسفند میخرید میگه که از نام پدرم است، بسم الله الله اکبر، از نام فلانی ابن فلانی سرش میگیرید و به مردم خیر میکنید، ثوابش 100% به پدرتان میرسد. این انیق است، چون که در این مسئله ها دلیل آمده است. لیکن در مسئله خوانده بخشیدن قرآن یا نماز گذاشتن از نام میت نیست دلیل. برای چی؟ برای آنکه دلیل صریح نیست. مقصد برای اینکه عملهای بدنی هست. عملهای بدنی را از عملهای مالی جدا کردند. روزه هم عملی بدنی هست ولی جاینشینش عملی مالی هست. کسی اگر روزه داشته نتونه، مثلا پیران سالی 100 ساله به زور گپ میزنه، به زور حرکت میکنه، این آدم روزه داشته نمیتونه، او آدم چند مرتبه دارو می نوشد مثلا، این آدم روزه نمیدارد، لیکن برای هر یک روزش به یک مسکین طعام میدهد. 30 روز یا 29 روز به هر یک روزش حساب کرده به مسکین طعام میدهد. خب روزه جاینشین دارد، جاینشینش مالی هست، اما نماز جاینشین ندارد. نماز نه جاینشینی بدنی دارد نه مالی. نماز باید خواند. یک آدم شل است، نه دستش کار میکنه نه پاش، آدمی ندارد که باید طهارت کناند، آدمی ندارد که باید تیمم کناند، حتی انا همین خیل در جای خوابش به طهارت، به تیمم، به حرکت نماز میخواند، با اشاره، با نیت میخواند. مادامی که هوش در تن دارد، نماز جاینشین ندارد. بنابراین از نام گذشتگان نماز، قرائت قرآن خوانده نمیشد. گفتن برای چی؟ برای اینکه عملی بدنی هست. گفتن عملی بدنی از عملی مالی فرق میکنه. اونایی که گفتن میشد تکیه به همین حج. مثلا یک زنک گفت که یا رسول الله پدرم بر بالای شتر نشسته نمیتوند، یعنی بر بالای شتر که نشسته نتوانست و اون زمانه ها آورده نمیشد. حاضر هم دشوار است، اگر نشسته نتوند در هواپیما اقل نشسته نتوند، یعنی که شخصی که خواب میکند و آوردن مشکل است به حج. مقصد دیگه نمیتوند حج کرده. گفتن که حجی عن ابیک و اعتمری، از نام پدرت حج و عمره کن. گفتن یعنی حج فرض شده است، عمره فرض شده است، ولی آمده نمیتونه، از نامش کن. برای چی؟ عبادت حج عبادت مرکب است. مرکب یعنی هم عملهای بدنی دارد هم عملی مالی دارد. یا آدم صحت سلامت است لیکن پول ندارد نمیتونه آمده. یک آدم پول دارد ولی صحت سلامت نیست و هم آمده نمیتوند. بنابراین عملی حج عملی یک قسمش مالی که هست از نام گذشتگان کرده میشد. لبیک عن شبرمه، یک آدم شنیدن که لبیک عن شبرمه میگفتن که شبرمه کی هست؟ گفت که بچه عمکم یا بچه عمم. گفتن که احججت عن نفسک، تو خودت حج کردگی هستی؟ قال لا. گفت که نه یا رسول الله. قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمه، اول از نام خودت حج کن سپس از نام شبرمه سال آینده حج میکنی. گفتن اقرار کردن. حج عبادتی مالی هست یک قسمش. هر عبادتی که 100% مالی هست مانند قربانی، یا اینکه نصفش مالی هست مانند حج، یا اینکه جاینشینش اقل مالی هست مانند روزه، از نام گذشتگان اجرا کرده می شود به خلاف. اما عبادتی که بدنی هست مانند نماز، مانند قرائت قرآن، از نام گذشتگان می شود یا نمی شود؟ دو قول است. طایفه از علما نمی شود گفتن، برای اینکه در قرآن نیست امر که از نام گذشتگان قرآن خوانید به روح گذشتگان ثوابش را فرستانید، نیست در قرآن کریمه. در حدیث هم نیست که پیامبر صلی الله علیه و خدیجه هر وقتا که آواز حاله را شنوند، خواهرش شنوند، گریه میکردند. هر باری
گوسفند ذبح میکردن و به دوگانه های خدیجه میفرستانیدند، همچون وفا به خدیجه. بسیار خدیجه را دوست می‌داشتند، لیکن یه مراتب اقل یه سوره خونده نبخشیدن به خدیجه. با وجود اینقدر بزرگ پول خیر میکرده از نامش. بله از نام پدرتون اگر قرآن خرید و کتاب قرآن خیر کنید، کسی که از همون قرآن قرائت کند ثوابش میرد. برای چی؟ برای اینکه شما سبب شدید که همین آدم قرآن خونده ایستاده، شما با پولتون کتاب خریدید یا یک زواد قرآن چاپ میکردگی برآوردید از نام پدرتون، این ثوابش به خلاف میرد. یا مثلا 10 فرزندی مردم گرفتید و کمبغل ها رو پولی استادش دادید، گفتید که شما قرآن حفظ کنید، من هر ماه اویلیکاتون رو میتیم، یعنی صرف و خراجاتون رو میتیم. اینا 10 نفر قاری شدن، اینو به یک روی قرآن حفظ کردن 100 بار میخواند یک روی، یعنی که یک روی قرآن اگر 100 بار خوانید حفظ میشد. این یعنی به آدمی معتدلی که ذهنش میانه است. سپس در عمومی حیاتش اگر همین روی 1000 مراتب خواند دیگه فراموش نمیشه. یعنی این آدم قاری قرآن، حافظ قرآن وقتی که میشود، شما سبب شدید 3 ساله صرف و خراجاتش دادید، پولی استادش دادید، این آدم قاری شد. هر وقتی که همین تلاوت میکند ثوابش به شما، و اگر از نام پدرتون کرده باشید ثوابش به پدرتون به خلاف میرد. لیکن خیلی نه که خودتون یک قرآن گیرید و خواند و به روحی پدرتون به پول و به هیچی بخشید ثوابش رود. اگر ساده تر کرده گوییم از نام پدرتون شما طعام خورید پدرتون سیر میشن؟ نمیشن. از نام پدرتون شما خواب روید، پدرتون کار کنید و شما به جاش خواب روید. وقتی خوابش اومد دیدی که نه من خواب میرم به جای شما کارا کردید میرد، اون کس قوتی خوابگیری میکند؟ نه. لیکن ابجای پدرتون لباس خریده آمدید، ابجای پدرتون پولی تمام آشخانه دادید، میشد کو؟ یا پولی حج دادید، میشد کو؟ میشد. عملهای مالی میشد به خلاف، اما عملهای بدنی نمیشد. قول اونایی که نمیشد گفتن صحیح تر است. بله بعضی آدما میرن در بالای قبر تو همین تلاوت میکنن، اینش هم همین ممکن گپ، نیست. همش همین هر گپ، یک دوشه. گپ همش عملی بدنی است. آخر عملی اما مالی دعا کنید برادرها سخت نشوید، از نام گذشتگان خیر کنید، اون میرد 100%، به خلاف میرد. دعا کردن ممکنه اند. دعا البته امام طحاوی میگن که و فی دعاء الاحیاء، و در دعای زنده ها منفعت للاموات، فایده برای مرده ها هست. و در حق پدر و مادر، در حق گذشتگان وقتی که دعا میکنید دعای شما انشاءالله اجابت میشد و برای آنها سبوکی میشد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. بنده های نیکی الله تعالی اونایی که میگن که ای الله، اونایی که از ما پیش گذشتن از ایمان، برادرای مؤمن مسلمانی که از ما پیشتر به الله تعالی ایمان آورده از دنیا گذشتن، آنها رو رحم کن، مغفرت کن. ربنا اغفر لنا، گناه ما رو بخش، ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، و برای اون برادر و خواهرانی که از ما پیشتر با ایمان از دنیا گذشتن گناه اونها رو هم بخش و در دل ایمان نسبت مسلمانان بدبینی پیدا نشود. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، نسبت مسلمان ها در دل ما بدبینی پیدا نشود، پیدا نکن. یعنی کاری کن که الله دعا طلب مسلمان ها رو بد نبینیم. بعضی انسان ها چنان مسلمان ها رو بد میبیند که حتی غیر مسلمان ها رو ایخه بد نمیبیند. با غیر مسلمان ها با چهره کشاد خند و خندی نسبت مسلمان ها بدبینی دارد. بنابراین وقتی بعضی بزرگا رو پرسیدن که برای چی شما رو همه دوست میدارد، خلق دوست میدارد، همه کسی رو که میبینیم شما رو دوست میدارد، برای چی؟ گفته وقتی که میپرسیدین جواب نمیگفتین. یک شاگردشون نقل کرد وقتی که بسیار سخت الحاح کردم، میگن الحاح یعنی بارها التماس کردم و گفتم، بعد گفتن که من نسبت یگان مسلمان ها بدبینی ندارم. این دعای هم تاکید میکند که نسبت مسلمان ها در دل ما بدبینی پیدا نشود.